داستان اینه که همونجوری که ما داشتیم میگفتیم از یک جنگ تبلیغاتی رژیم صحبت میکردیم. این جنگ تبلیغاتی یه شاخش میخوره به این داستان اقدامات تروریستی که مثلا از این طریق میان سعی کنن تأثیر بذارن روی جامعه جهانی، روی رأی سنای آمریکا. مثلا حالا میگن چند تا ایرانی هم کشته بشن اب نداره، از اون ور لااقل ما لایحه طرح تحریم ها توی سنای آمریکا تصویب نشه، به نفعمونه فلان و این حرفا. این یک بخش کار تبلیغاتی شده که خودشون رو قربانی مثلا تروریسم نشون بدن، نه عامل تروریسم بین الملل. یک بخش دیگه از کارهای تبلیغاتی که اینها میکنن توی تمام این سالها کردن اینه که بیان وانمود بکنن رژیم جمهوری اسلامی محبوبیت زیادی بین مردم ایران داره و از این طریق هم اپوزیشن بیرون کشور رو ناامید بکنن و هم سیاستمداران کشورهای بزرگ دنیا رو که سر میزهایی نشستن بخوان حالا تصمیمی علیه رژیم جمهوری اسلامی بگیرن، پاهای اونها رو سست بکنن که ببینید مردم ایران همه هوادار ما هستن، میان تو انتخابات ها میلیون به ما رأی میدن و میان توی خیابون بعدش شادی میکنن و اینها. ما تونستیم این خطوط رو بعد از سالیان سال بالاخره پیدا بکنیم. به اتفاق دوستانمون همینجا تشکر بکنم از مجموعه دوستان جوانمون از داخل و بیرون کشور که این توی یک کار تحقیقاتی سنگین سرشاخه های این عملیات ها رو بهتره بگیم، عملیات های جشن های شادی انتخاباتی رو مثلا پیدا بکنن برام که در درجه اول خود ماها وقتی این ویدیوها رو دیدیم، خود من وقتی مثلا ویدیوی همین دو تا دختر خانومی که داشتن میخوندن دیدم، یعنی یه رعد و برقی انگار به من زد. گفتم یعنی واقعا مردم اینجوری عاشقانه دوست دارن یه سری قاتل جنایتکار مثلا حسن روحانی، مثل رئیسی. آخه میشه اینها رو، میشه آدم یه قاتل رو، یه قاتل زنجیره‌ای رو دوست داشته باشه، یک جنایتکار رو، و اینجوری عاشقانه براش ترانه بخونه؟ که بعد که برامون رو شد چه خبره، گفتم که خب چه بهتر که همه مردم بدونن که پشت پرده این مجموعه تبلیغات ها چیه، اینها کی هستن، به کجاها وصلن، که اگر اجازه بدید ببینیمش. من بعد بیام این دختر خانم ها رو معرفی بکنم که اینا اصلا کی هستن. البته نگاه میکنیم، منتها من الان با قاطعیت به ایران اعلام میکنم، به داخل ایران اعلام میکنم که طبیعی است که اگر پارازیت هاتون شروع شد روی تلویزیونتون، بدونید که این بدون علت نیست و بدون حکمت هم از نظر اونها نیست. به هر حال ما ادامه میدیم. آقای شورتی لطفاً. من با تو حالم خوبه، فقط بگو راحت چته، من حواسم بهت کم نشه تا ازت. هر جای عالمی وقتی دلتنگمی من خودمو بهت میرسونم. من بیدارم تو بخواب، سر بشه تو بپوشونم. همدن از تو میپرسم کجایی، مثل دیوانه ها با من برو، با من بیا، از بس عاشق رفتارم عجیبه. همدن از تو میگیره دلم تو خودش نوید چشاشو برزنی باشو خندم شیطونه من دل میبر، دوستش دارم و بمیرم، دوست دارم میدونی تو وقتی مهربونی، نشانم میتونی از چشام بخونی. چون دل ماستم عاشقی بماستم میونه صدا دنیا مال همه من بود. آقای فخرآور، آقای فخرآور جانم، تمنا میکنم که دیگه در مقام معرفی لااقل این خانم دختر و این آقا پسر فعلا بر بیایید تا بریم به مراحل بعدی برسیم لطفاً. نه خواهش میکنم. به ویدیوهای دیگرم اگر بشه آماده داشته باشیم. این آقا پسر اسمش هست شاهین نیکوسرشت و دختر خانمی که کنارش هست خانم ماریان. جانم؟ خانم ماریان رادپور. بعد که ماریان رادپور با
ماریان و متینا 2 تا دختر خانم هستن، دخترای آقای مهدی رادپور. آقا مهدی رادپور. بله. مهدی رادپور در سال 1984 اگر اشتباه نکنم 1363 یک کمپانی رو میان اینا راه میندازن. اون از یکی از این کمیته های انقلاب اسلامی بوده ایشون و میان خلاص دنبال سهم خواهی های بعد از انقلاب که دیگه تو دوره ریاست جمهوری خامنه ای این چیزها شروع میشه، یواش یواش شروع میکنن فعال بکنن یک سری کمپانی هایی رو که حالا بعد از اینکه انقلاب کردن و این میگفتن اقتصاد مال خر است و از این حرفا و اینا، یه دفعه فهمیدن که نه، اقتصاد مهمه و نفت مهمه و فروش نفت به دنیا مهمه و اومدن شروع کردن خودشون یک سری کمپانی های خانوادگی رو بزنن و ایشون اون زمان میاد کمپانی رو به اتفاق تعدادی از دوستانش و اعضای خانواده کمپانی رو میزنه به اسم ایران آروین. بعد به نام ایران آروین. ایران آروین. اوکی، بسیار. ایران آروین. همه اینها رو میتونن دوستان برن لینک های این کمپانی ها رو پرسیدم که اسمش چی بود، یکی یکی در بیارن ببینن، وبسایت هاشون رو ببینن. بعداً در دوران حالا جالبه تا سالها این رو داشتن و این راندخاری های خود حکومتی رو، راندخاری های کوچیک یه گوشه هایی مثلا حالا خورده ریزه هایی از وزارت نفت اگر بریزه استخونی جلوی اینها بیفته، این کمپانی های کوچیک این کنارها هستن، اینا ازش استفاده بکنن تا رسیدن به دوران روحانی. وقتی روحانی به ریاست جمهوری میرسه یک دفعه ما شاهد هستیم این آقای مهدی رادپور با یک کمپانی جدیدی میاد و یکی از غول‌های قراردادهای نفتی میشه که با بیژن زنگنه مستقیما کار میکنه، توی دبی و بلژیک دفتر میزنه و شروع به فعالیت میکنه. اسم کمپانیش هم هست پرژن راد گروپ. این رو هم میتونن برن دوستان نگاه بکنن. پرژن راد گروپ یعنی پدر همین خانم ماریان، پدر خانم ماریان و متینا، هر دو تا اینها پدر اینها هست. و در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی اینا یه خانواده متوسطی بودن، متوسط به پایین. حالا اگر عکس ها و تصاویرشون باشه، من یه تعداد از عکس ها و تصاویر اینها رو هم فرستادم برای آقای شهرتی عزیز که توی ایمیل هست، تو بدنه ایمیل هست. لطفا نشون بدید آقای شهرتی. آقای شهرتی لطفا نشون بدید لطفا. بعد بسیار خب دوران قبل از روحانی این عکس ها، وقتی که خانوادهشون میبینید یه خانواده سرمایه‌داری نیستن، خیلی میشه گفت متوسط به پایین و زندگی معمولی رو دارن و ناگهان در دوران روحانی این خانواده به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا میکنن که خانم مریان میاد و یک صفحه اینستاگرامی رو میزنه که توی صفحه اینستاگرامش خودش رو تبدیل به یک سلبریتی میکنه همراه دوست پسرش شاهین نیکوسرشت که شاهین نیکوسرشت هم پسر احمد نیکوسرشت. احمد نیکوسرشت توی یک سری قراردادهای ساختمانی از سال 2000 میشه گفت ژانویه سال 2015 باز هم در دولت، الان تصاویری که حالا البته نشون داده شد تصاویر هم مریان رو میبینیم در کنار دوست پسرش و هم تصاویر خود شاهین نیکوسرشتی که به اسم شانیکو، خودش رو به نوعی جاستین بیبر ایران هم میدونه این پسر. و حالا توی تصاویر شما خواهران رادپور رو دیدید، مریان و متینا رو. و حالا اینا اون آقای شانیکو دوست پسر هم پدرش احمد نیکوسرشت، میگم گفتم یکی از این کمپانی های ساخت و ساز بزرگ رو داره که با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دارن کار میکنن. از این ور هم خب تمام اینها میبینیم توی این 4 سال اول دولت روحانی قراردادهای بسیار سنگین و بزرگی رو دریافت میکنن از دولت جمهوری اسلامی و دائم دارن. ممنون از آقای شهرتی که صفحه اینستاگرام مریان رادپور رو هم نشون دادن، البته که روی این صفحه اینستاگرام 289,000 حدود 290,000 فالوور مریان داره. کسانی که اصلا هنرمند که نیستن، سلبریتی که نیستن،
اینا بازیگر تئاتر و سینما و نمیدونم خواننده مسرحی و از اینجور چیزها که نیستن. تنها چیزی که هستن اینه که یک سری رانت‌های میشه گفت سیاسی و اجتماعی دارن دریافت میکنن. یعنی چی؟ این بچه‌ها حالا به واسطه کارهای پدرشون، یعنی پدرانشون دارن با دولت قراردادهای بزرگ میبندن، پولهای بزرگ میارن، پولهای میلیونی میریزن توی خونه اینها و این بچه‌ها هم یک حاشیه امنیتی دورشون فراهم هست از طرف نیروهای امنیتی. این بچه‌ها هیچ وقت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دستگیر نمیشن، با وجود اینکه میبینیم توی عکساشون اینا همیشه مشروب میخورن، لختی میچرخن، نمیدونم پارتی های مختلط آنچنانی میگیرن، آخرین مدل اتومبیل های بسیار گران قیمت رو سوار میشن. شانیکو مثلا شاهین نیکوسرشت میاد برای دوست دختر خودش همین خانم مریان برای تولدش یه دونه اتومبیل لکسس هدیه میده. اتومبیل های آمریکایی ورودش به ایران ممنوعه، اما این آقا پسر میتونه از گمرک به کمک پدرش اتومبیل رو وارد بکنه و این اتومبیل رو سویچش رو به عنوان کادوی تولد بیاره تقدیم بکنه. خود این آقای شاهین نیکوسرشت هم اینا از یک خانواده متوسط بسیار پایینتری میان، خانواده بسیار کم درآمدی بودن که یک دفعه از سال 2014-2015 توی دولت روحانی به شدت سرمایه‌دار میشن، سرمایه‌های بسیار بزرگ با کمپانی‌های سوری که میرن توی دبی میزنن و کار به جایی میکشه که این پسر پورش سوار میشه، ماشین پورش سوار میشه و مثلا توی یک فقره ما میبینیم و توی صفحه های اینستاگرامشون اینها غیر از این که قربون صدقه خامنه‌ای میرن، قربون صدقه روحانی میرن، زندگی لاکچری خودشون رو هم دارن به جوانهای دهه 70 نشون میدن و برای اونها به نمایش میذارن، چیزی که برای جوانهای دهه 70 این یک جذابیت داره. زندگی لاکچری